بحث پیوند رو داریم. پیوند خب خودش مبحثش خیلی گسترده است. روش‌های مختلفی داره. اشخاص خاصی البته پیوند میزنن. تو هر گلخونه می‌بینی یک نفری گذاشتن مخصوص کار پیوند، یعنی هر کسی این کار رو انجام نمیده و اینکه چند تا تکنیک مختلف داره. اما پیوند زدن چند تا دلیل داره برای ما. بعضی وقتا مثل همون نارنجی که گفتیم، به این خاطر که یک پایه قوی داشته باشیم برای گیاهی که ضعیف‌تره. مثلا ما توی تهران می‌خوایم از زیتون استفاده بکنیم. خب زیتون شمال اگه بیاریم با اون شرایط شمال آداپته شده اینجا نمیمونه. مجبوریم از زیتونی که مثل زیتون اصفهان هست، زیتون کویر استفاده کنیم. ولی اون مثلا برگش قشنگ‌تر، زیباتر هستش. این دوتا رو مجبوریم ترکیب بکنیم. پایه‌اش رو میذاریم اون زیتون اصفهان، زیتونی که توی کویر و دشت اینها رشد میکنه و اون رو میذاریم به عنوان پیوند زیتون شمال. روی این پیوند میدیم. باعث میشه که خواص اون پایه رو به خودش بگیره و در برابر سرما و گرما و بیماری ها اینا مقاوم بشه، ولی فرم درختی که ما دوست داریم داشته باشه. یه دلیل از پیوند همین هستش. بعضی وقتا با پیوند مثل واریت‌های مختلفی از گیاه ایجاد میکنیم که حالا گیاه هم خانواده رو میتونیم به هم پیوند بزنیم. ما این پیوند زدن میتونیم شکل‌های جدیدی از یک گیاه داشته باشیم. بعضی وقتا توی درخت‌های میوه، به خاطر اینکه وقتی که یک درخت میوه رو حالا مثل همون مرکبات رو اگر بیاریم حالت معمولی بخوایم بکاریمش، باید چند سال بگذره به یک ارتفاع خاصی برسه تا بتونه که میوه بده. ولی وقتی پیوند میدیم روی یک پایه قوی تر، این که پایه میتونه میوه بده، اون زمان اون گیاه هم اون خاصیت رو به خودش میگیره و شروع میکنه به میوه دار شدن. یا گیاهی که در برابر آفات مقاوم نیست، از یک پایه استفاده میکنیم که مقاوم باشه به آفات و همه اتفاقاتی هستش. در کل زودتر هم میتونه به نتیجه برسه. حالا تو شرایط مختلف باید نتیجه بگیرید که کدوم روش استفاده بهتره. یه ویدیو بذاریم. ماجرایی که هستش اینه که خب خیلی سرش اختلاف نظره بابت این که اصلا یاماداری بکنیم نکنیم، این چجوری بکنیم این کارا. ولی خب ترجیحاً ما بحثمون سر اینه که تا اونجایی که میشه از طبیعت جدا نکنیم، چون جدا کردن گیاه طبیعت باعث، حالا به جز اون اتفاقات طبیعی شکایت نداریم، از این طرف باعث میشه که وقتی انتقال میدیم گیاه هم سالم نمیمونه. توی کشورهای دیگه حالا مثل همون حتی اندونزی و چین و ژاپن که بیاماداری میکنن، توی یک فضای طبیعی همونجا گیاه رو کارش رو انجام میده و همونجا نگهداریش میکنن تا زمانی که کارش تموم بشه به انتقالش برسه. ولی این که ما یهویی میریم از جنگل میکنیم و میاریم، حتی گیاهانی که واقعا نسلش رو به انقراضه رو خیلی راحت میرن میارن، دیگه سبک کاره. ولی در کل اگر گیاهی بخوام از خاک خارج بکنیم به اون شکل، فضای دورش رو کاملا مرطوب میکنیم، رطوبت کافی داشته باشه، تا اونجایی که میشه بیشترین مقدار ریشه‌اش رو برمی‌داریم، یعنی از خاک خارج میکنیم و انتقالش میدیم. و بعد از اون هم زمان انتقالش دورش رو ما میایم از چیزی مثل پوشال یا چیزی مثل همون خزه ها خیس میکنیم، دورش قرار میدیم که موقع انتقال مشکلی پیش نیاد. و بعد از اون که آوردیم چند ساعت داخل ظرف آبی که قارچ‌کش هستش و آمینو اسید قرارش میدیم که تنشش رفع بشه و بعد بتونیم ازش استفاده بکنیم.